بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که امروزه خیلی روش بحث هست دردهای قاعدگیه و طب شیمیایی که جز مسکن دادن کار بیشتر از این بلد نیست مثل همیشه، و طب سنتی کارها هم نسخه های متعددی دارن، کما بیش موفقن اکثر اطباء در درمان اینجور بیماری ها. اولی درمان اصولیش رو یه مقدار براتون میخوام توضیح بدم که انشالله بیشتر باش آشنا بشید. ببینید، همونجور که در دفع براز یا همون مدفوع خشک انسان دچار دردهای شدید میشه و اذیت میشه، بعضی بواسیر می‌نزن گردن مدفوع خشک، این حرف درست نیست. داخل دفع خونریزی عادت ماهیانه خشک هم فرد دچار درد میشه و اذیت میشه. برای این موضوع شما باید خشکی خون رو از بین ببرید. خشکی خون یعنی چی؟ یعنی غلبه سودا. ما در درمان بیماری های زنان در مورد مشکلات درد قاعدگی با این نکته رو بدونیم که هر چقدر خون گرمتر بشه خون راحتتر جاری میشه و هر چقدر سرد بشه بیشتر گیر میکنه. حالا اگر طرف دچار غلبه حرارت باشه در کنار سودا، خب باید داروهایی بدید که هم مدر حیض باشه، هم چندان خیلی گرم نباشن، معتدل‌تر باشن، مثل شربت‌های راوندی، مثل همون شربت کارون که یه مدل راوندیه، مثل شربت بزوری، مثل استفاده کردن از داروهایی که خون رو رقیق میکنن و زیاد گرم نیستن، مثل حب فاتح. ولی اگر میبینید که نه طرف میتونه گرمی هم بخوره، باید داروهای ضد سودای گرم بهش بدید، مثل گل گاوزبون، استخوان‌دوز، رازیانه، بادرنج بویه، اینجور چیزا بدید. در کنارش هم باید داروهای مدر حیض بدید، مثل چی؟ مثل حب مرمکی، حب النسا، حب نیلوفر، ترکیب انقوزه با رازیانه، استفاده از جوشونده‌های گیاهای مدر حیض مثل مریم گلی، بومادران، مثل همین شبت ریحانه. اینجور چیزها رو استفاده بکنید که خونریزی طرف باز بشه، راحت بشه. حالا باز اگر خواستید تکنیک‌های دیگه استفاده بکنید، میتونید روغن‌های گرم و مدر حیض مثل روغن سیاه دانه رو وارد رحم بکنید، شبی 5 سی سی مثلا تزریق کنه، و میتونید همین روغن‌ها رو روی رحم بمالید که باز اینا کمک میکنن لخته‌هایی که از باز بشه. میتونید 3 روز اول عادت رحم رو بادکش بکنید، داخل رانها رو بادکش کنید که خونریزی رو جاری بشه، راحت بشه طرف. حجامت ساقین هم کمک درمان هست در کناری این تدابیری که خدمتتون گفتم. یه روش دیگه هم استفاده از دود دادن هاست. میشه یک قیف رو وارد کرد، دهانه قیف رو روبروی دود قرار داد و دود رو رسون به رحم. دود دادن کلا همین جوریه. یک قیف اگر استفاده بکنید، خیلی از دود رو میتونید وارد عضو بکنید و مشکلات فرد رو برطرف بکنید. مثلا دود دادن انقوزه فوق العاده قویه، دود دادن همین سیاه دانه، دود دادن صمغ‌های مثل سگبینج، اینا وقتی دودشون بره بالا سده ها رو باز میکنن و مشکل فرد رو برطرف میکنن. خوردن چیزای سرد، قابض، ترش، حمام رفتن، اینا در عادت باعث میشه که مشکلات فرد به این راحتی ها حل نشه و کهنه و ماندگار بشه و این مشکلات اگر ادامه پیدا کنند به راحتی کیسه تخمدان، ضخامت رحم، در سالهای بعد فیبروم، میوم و دور از جون بیماری‌های سخت‌تری رو حتی به دنبال خودشون دارن. پس همون اول درمانش میکنیم که کار به جای باریک نکشه به فضل الهی. درمانش هم اصلا سخت نیست، همین کارهایی که گفتم بکنید ان شاءالله مشکلات کم میشه. یه مسئله دیگه هم هست، اینه که در رفتگی ها باید جا بره. چرخش لگن، چرخش های انواع اقسام چرخش هایی که داخل لگن اتفاق، حالا میگن روتیت، میگن خود لگن بالا و پایین میشه، خودش چپ و راست بشه، اینا بالاخره مشکلاتی رو ایجاد میکنه که باید مسئلهشون حل بشه. خود افتادن رحم، خود کج شدن رحم، اینا مسائلی که باید حل بشه. ناف و مسائل اطرافش که آب آورده، باد آورده، خب اینا همش جابجا میکنه رحم رو، فشار میاره رو رحم، جابجا میشه و مشکلات مختلفی رو ایجاد میکنه. همین مسائل رو دنبال کنید، ان شاءالله به موفقیت میرسید. ان شاءالله که برای گذشتگان مامی فاتحی بخونید، برای ظهور آقا امام زمانم دعا بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.